من هیچ وقت شخصیت رو فراموش نمیکنم. یکم نفری که در پستی تنهایم گذاشت، دوم نفری که در این حالت بر روی زخمم نمک پاشید و سوم نفری که مرا به این حال آورد. آدمون قابل اعتماد نیستند. نباید به همه صمیمی بود. صمیمی بودن ما از نگاه آنها علامت خیلی سادگی است. هر چی کردیم به ضرر ما بود. هر چی گفتیم بر ضد خود ما بود. هر جایی که رفتیم جای دشمن و بدخواهان بود. از این راست که خیلی ها تنهایند و تنهاگی را کردند مسکن خویش. شاید این برایشان بیشتر از شکستن اعتماد پایشان است. نوین دیگر